پاهامو گذاشتم تو دشت خشک. هیچ کس اونجا نبود جز سایه هایی که صدا می زدن اسممو. آروم کشدا، انگار از ته خاک می اومدن بالا. چرا؟ من حمیدم. میخوام یه داستانی رو بگم از دوران جوانی خودم. پدر سختگیری داشتم، اهل یه روستایی تو آذربایجان غربی. پدرم خودشو دانا میدونست و بقیه را نادون. کارمون کشاورزی و دامداری بود. منم تا یادم میاد دنبال کار چوپونی بودم. پدرم اخلاقش تند بود. از بچگیم چیزی یادم نمیاد جز کار، فقط کار. هر وقت بچه ها را میدیدم اجازه نمیداد بازی کنم. تا بزرگ شدم حسرتش توی دلم موند. هر بچه‌ای رو که میدیدم بازی میکنه یه خوشحالی عجیبی توی دلم میافتاد. پدرم خیلی خشن بود. حرف زدنش برام دردناک بود. تا 20 سالگی اصلا نشده بود که سر یه سفره با خانواده‌ام بشینم. فقط کار، از صبح طلوع تا شب. بعدش هم میافتادم و میخوابیدم. تنها کسی که بعد مادرم حواسش به ما بود یکی از همسایه‌هامون به اسم سید مهدی بود. مهربون، دوست داشتنی. تو این زندگی خیلی کمکمون میکرد. مردم میرفتن دعا براشون میکرد. منم توی دلم دعا کردم یه روز تا بتونم با مادرم از این زندگی خلاص شم. یه روز گله گوسفندا رو برده بودم بیرون. از این همه اتفاق توی زندگیم ناراحت بودم و به فکر رفتم. دعا کردم که پدرم نباشه. همین که دعا کردم یهو صدای چند تا بچه رو شنیدم. دیدم چند تا بچه با هم بازی میکنن. تو اون لحظه فقط یاد پدرم افتادم که اگه منو در حال بازی میدید چقدر ناراحت میشد و دعوا میکرد. یه پسر دختر بودن، انگار خواهر برادر. داشتم نگاهشون میکردم که یهو اومدن سمتم. گفتن بیا با ما بازی کن. پوستشون سفید، موهاشون بور، یه جور عجیب. پرسیدم کجا زندگی میکنید؟ اشاره کردن پشت یه درخت بزرگ. گفتن همونجا. بعد گفتم بیا بریم بازی. گفتم نه، پدرم میفهمه. اسم پسر خسرو بود. خسرو گفت پدرت نمیفهمه، سر زمینه. تعجب کردم. از کجا میدونه؟ پرسیدم. چیزی نگفت، فقط گفت مگه نمیخوای بازی کنی؟ منم باهاشون بازی کردم. کار هر روزم شده بود همین. می اومدم دشت با بچه ها بازی میکردم. یه روز خسرو و سارا منو بردن نزدیک اون درخت. گفتن خونهشون اونجاست. خونه های اونجا بود که اصلا شبیه خونه هایی که دیده بودم نبود. یه روستای عجیب با سقفایی که انگار از یه دنیای دیگه بودن، درست پشت اون درخت که از بیرون دیده نمیشد. رفتم پشت درخت، دیگه درختها پیدا نبودن. برام عجیب بود. تو اون دهکده احساس خوبی نداشتم. باهاشون بازی نکردم. خسرو و سارا ناراحت شدن رفتن. اون شب برگشتم خونه. خوابیدم ولی خوابم نمی برد. شاید می ترسیدم از دستشون بدم. صبح که شد دوباره رفتم چرا. اما برعکس روز قبل هیچ علفی روی زمین نبود. زمین خشک بود. یه صدایی اومد. رفتم سمت صدا. رسیدم دیدم سارا و خسرو هستن. گریه می کردن. پرسیدم چی شده؟ بعد یه مکث آروم شدن. سارا شروع کرد حرف زدن. کم کم فهمیدم چی میگه. گفت پدرشون اسیر رازنا شده. گفتم رازن که اینجا نیست. پرسیدم چرا باید پدرتون رو بگیرن؟ گفتن پدرمون بعد یه سفر کیف طلا داشته. رازنا به خاطر اون بردنش. گفتن تو میتونی کمکمون کنی؟ وقتی گفتم باشه خیلی خوشحال شدن. به فکر افتادم گله رو برسونن طویله، بعد برگردم. گله رو زود رسوندم ده. به مادرم گفتم کمی دیر میام. گله رو که رسوندم طویله نفس می زدم. هوا یه جوری سنگین بود. انگار نفس آدم بند می اومد. رفتم سمت دشت. همونجا که خسرو و سارا رو دیده بودم. صداشون نمی اومد. فقط یه باد سرد می وزید. علفات تکون می خوردن. یهو دیدم سایه‌ای پشت درخت وایساده. صدا زدم خسرو، سارا. هیچ کسی جواب نداد.
سایه تکون خورد، انگار میخواست بیاد جلو. دلم هوری ریخت. قدمام سنگین شد ولی رفتم نزدیکتر. یه صدای زمزمه از پشت درخت می اومد. صدا شبیه دعا بود اما کلماتش عجیب، انگار زبون آدمیزاد نبود. لرز گرفتم، گفتم کی اونجاست؟ سایه یهو محو شد. رفتم پشت درخت، دیدم خونه ها نیستن، همه غیب شدن، فقط یه دشت خشک و ترک خورده. سارا و خسرو نشسته بودن از زمین گریه میکردن. وقتی منو دیدن گفتن کمک کن، بابامون اون طرفه تو سایه ها. پرسیدم کدوم سایه؟ خسرو دستشو گرفت سمت کوه سیاه که دورتر بود، گفت اونجا، جنا اونجا هستن، گرفتنش بردنش اونجا. عرق سردی نشست روی پیشونیم. گفتم جن شما چی میگین؟ سارا با صدای لرزونی گفت اینا آدم نیستن، ساین، هر کی بره اونجا دیگه بر نمیگرده. یه صدای خنده بلند پیچید توی دشت. خنده‌ای که از هیچ جا نمی اومد، از همه جا می اومد. حیوونا توی طویله شروع کردن بعبع و شیهه کشیدن، انگار ترسیده بودن. من موندم برم یا نرم، ولی نگاه گریون بچه‌ها نمیذاشت که بیخیال شم. گفتم باشه میام. راه افتادیم سمت کوه سیاه. هر قدمی که میذاشتیم هوا تاریک‌تر میشد، انگار شب زودتر میومد. صدای پای ما نبود، صدای پاهای دیگه هم میومد پشت سرمون. برگشتم ولی کسی اونجا نبود. سارا گفت نگاه نکن، اگه نگاه کنی سایه میاد تو وجودت. دلم هوری ریخت پایین. فقط سرمو انداختم پایین و ادامه دادم. وقتی رسیدیم پای کوه دیدم یه دروازه سنگی، روش نقشایی بود که هیچ وقت ندیده بودم. چشمامو که دوختم بهش نقشا تکون میخوردن، انگار زنده بودن. خسرو گفت اینجاست، بابامون پشت این دروازه است. یه باد سرد زد، چراغای روستا از دور خاموش شدن، همه جا تاریک شد. صدای زمزمه همون دعا دوباره پیچید، این بار نزدیکتر، تو گوشم. پا عقب کشیدم ولی سایه‌ای از دروازه اومد بیرون، بلند، کشیده، بیچهره، فقط 2 چشم سرخ مثل آتیش داشت. سارا جیغ زد این همونه، این سایه است. من خشکم زد. سایه جلوتر اومد، صداش مثل صدای پدرم، خشن و پر از تحقیر. حمید تو هم مال مایی، بیا. سایه جلوتر اومد، صداش مثل پدرم بود، حمید بیا. دلم ریخت ولی خسرو دستمو گرفت، نترس، اگه بری تو دیگه بر نمیگردی. سارا گریه میکرد، میگفت بابامون اونجاست، تو باید کمک کنی. دروازه سنگی باز شد، صدای زنجیر و ناله اومد، بوی دود، خاک. یه سایه دیگه هم اومد، بلندتر، چشماش مثل آتیش سرخ بودن. زمزمه کرد هر کی بازی رو ول کنه مال ما میشه. من خشکم برده بود ولی یهو صدای مادرم توی گوشم اومد، حمید برگرد. پا عقب گذاشتم، سایه ها جیغ کشیدن، زمین لرزید. خسرو و سارا محو شدن، انگار هیچ وقت نبودن. فقط موندم من، درخت کهن و اون دروازه نیمه باز. پاهام دیگه حس نمی کردم، یخ زده بودن. درخت کهن پشت سرم می لرزید، برگاش می ریخت زمین. از دروازه صدای ناله می اومد، انگار یکی رو می کشن توی دل تاریکی. سایه جلوتر اومد، صداش مثل پدرم، حمید بیا، اینجا جای توه. نفسم بند اومد، عرق سردی ریخت روی صورتم. یهو باد سردی اومد، خاک بلند شد، چشام تار شد، زمزمه ها بیشتر شدن، اگه نیای خودمون میاریمت. پاهامو عقب کشیدم، زمین ترک برداشت، صداش مثل جیغ آدم بود. دستمو گرفتم به تنه درخت، انگار تنها چیزی بود که میتونست نجاتم بده. نور سرخی از دروازه زد بیرون، سایه ها جیغ کشیدن، همه چی لرزید. فقط مونده بود من
درخت کهن و اون تاریکی که صدا میزد حمید. دستم و محکم گرفته بودم به تنه درخت. نفسهام تند تند صدام دور سرم میپیچیدن. سایه ها جلوتر اومدن. صداش مثل پدرم بود. دوباره گفت حمید بیا، اینجا سفره است، همه دور هم. دلم ریخت، ولی یهو صدای مادرم توی گوشم اومد دوباره. برگرد پسرم، برگرد. خواستم عقب بکشم. زمین ترک برداشت. نور سرخ زد بیرون. سایه ها جیغ کشیدن. یه لحظه دیدم خسرو و سارا دوباره جلوی دروازه وایسادن، ولی چشاشون سیاه شده بود، خالی، انگار دیگه بچه نبودن. سارا گفت تو دیر کردی، حالا باید بیای. عرق سردی نشست روی صورتم. پاهم دیگه نمیتونست تکون بخوره. یه دست سرد از دل تاریکی دروازه دراز شد نزدیک شونم. خواستم داد بزنم ولی صدام در نمی اومد. یهو همه چی خاموش شد. باد قطع شد. سایه ها محو شدن. چشامو باز کردم. دیدم وسط دشت ایستادم. گلم دورم. انگار هیچ وقت چیزی نشده، ولی پشت درخت کهن هنوز اون دروازه نیمه باز بود. نور سرخ کم کم میزد بیرون. دروازه یهو بسته شد. صداها خاموش شدن. چشامو که باز کردم دیدم که وسط دشت وایسادم. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده باشه. خواستم نفس راحتی بکشم که یهو صدای پدرم از پشت سرم اومد. گفتم بیا. برگشتم ولی کسی رو اونجا ندیدم. اما سایم روی زمین دیگه سایه من نبود.